این ویدیو مخصوص کسایی که موهاشون خشک شده، آسیب دیده و موخوره داره. این محصولات برای روتین بعد از حمومتون هستش برای موهاتون. با این 4 تا محصول طی یه دوره مصرف موهاتون رو احیا کنید کاملا. اولین چیزی که باید بعد از حموم استفاده کنید این سرمای گارنیه فروکتیس هستش که داخلش نارگیل و آووکادو و زیتون داره. وقتی موهاتون نم داره روی موهاتون اسپری میکنید، موهاتون ازش تغذیه میکنه، نرم میشه و براق. مرحله بعد از پنتن لیوان استفاده میکنید که داخلش نیاسینامید داره. یه سرم قوی برای نوک موهاست، مخصوصا اگه موخوره داره یا موهاتون خیلی خشک شده. یکم میزنید کف دستتون، ساقه موهاتون رو ماساژ میدید. مرحله بعد از این سرمای ضد حرارت لوریال استفاده میکنیم که وقتی داریم اتو میکنیم یا سشوار میکنیم به موهامون آسیب وارد نشه. تا دمای 230 درجه از موها محافظت میکنه. بوی بسیار عالیه هم داره. در مرحله آخر وقتی که موهاتون خشک شد از این سرمای گلیس استفاده میکنی که باعث میشه مو راحت‌تر شونه بشه و یه نرمی و لطافت خاصی به مو میده. اینم موهای خودمه که یه مدتی دارم از همین روتین استفاده میکنم و واقعا راضیم. به شما هم پیشنهاد میکنم هر سوالی دارین تو کامنت ها ازم بپرسید. لایک و فالو و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.